من نمیتونم میگم از منبر بیشوخی برم بکشم خودم و میگم دیگه. یه وقتی گفتن سلیمان رسید به وادی نمل و مورچه ها. یک سوره در قرآن به نام سوره نمل، سوره مورچه. وقتی رسید اونجا بله یه دفعه دیدن پادشاه مورچه ها به مورچه ها به قرآن میگه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. آهای مورچه ها برید تو خونهاتون، سلیمان و جمعیتش داریم میاد الان همتون رو لگد میکنن و له. در روایت داره باد نسیم هوا صدای این مورچه ها رو رسون به گوش سلیمان یارو رو خواست، گفت مگه من لشکر ظلمم یا ما از ظلمه هستیم که لهتون کنیم بریم؟ گفت نه قربان. گفت چرا گفتی برم؟ تو خونه هاشون اینا دارن میان لهتون میکنن. گفت قربان غرضم چیز دیگه بود. جبرائیل اومد گفت سلیمان حرف مورچه رو گوش کن قیمتیه. گفت بفرمایید برای چی بود؟ صدا داد آقای سلیمان ترسیدم لشکر و سپاه من چشمشون به این تشکیلات با عظمت تو بیفته مثل تو علاقمند به دنیا بشه. گفتم برم که نبیم. این مقدمه رو داشته باش تا برسیم به اون شوخیه. یه وقت یه مورچه نری پهلو مورچه مادرش وایسیده بود، گفت منو میبینی؟ گفت بله. گفت اگه من تصمیم بگیرم یه نفری بساط سلیمان رو به هم میزنم. در روایت داره باد صدای مورچه رو رسون به گوش سلیمان گفت بیاریدش آوردنش. گفت چی گفتی تو؟ گفت قربان ولم کن، هر نری جلو مادرش یه پوزی میده. خدا بابا هی پاشو گرفته میگه چی گفت؟